سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل هستی سیفر خوش اومدین. شما دارین ششمین ویدیو از چنل منو نگاه میکنین. خب به نظرتون امروز چه چیزی آوردم براتون؟ امروز یه خوراکی عجیب آوردم براتون که خودم اصلا نمیدونستم همچین چیزی اصلا هست، اصلا وجود داره. ما دیروز رفته بودیم سوپرمارکت. من همینجوری داشتم قدم میزنم ببینم چه چیز جالبی پیدا میکنم برای یوتیوبم. یه دفعه دیدم یه چیز نظرم رو جلب کرده. عجیب بود، اصلا تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، نمیدونستم وجود داره. چیزی نیست جز نودل با طعم زعفرون. باورتون میشه؟ زعفرون. خودش هم اینجا تاکید کرده زعفرون. نه نمیدونم خوشمزه میشه، بدمزه میشه، خوش رنگه، بد رنگه، خوش طعمه، بد طعمه. بریم با هم درستش کنیم. اول از همه چه چیزی مهمه؟ اگه گفتیم معلومه، استایل آشپزی. بریم که درستش کنیم. استایل آشپزی آماده است. این دمکانی صاف نمیمونه رو کله آدم. خب بریم که ببینیم چه طعمی داره. اینجا اول از همه نیاز به یک قابلمه داریم. قابلم کشیدم. خب من توی نودل درست کردم، بوی نودل گرفته. خب نودلیشمون هم میاریم. الان براتون میارم. ببخشید اینو میخواستم. این چیزیه که خشک چنگال داره، رو میذاری روش. اینم میذاریم اینجا. تاب استیکمون رو میاریم. البته من اینو به عنوان دماسنج استفاده میکنم. اینجا نیاز به یه مقداری آب میاد، یعنی اینجا ما نیاز به یه مقداری آب داریم. خب عزیزم، من همیشه قبل از آماده کردن نودل آب و جوش میارم که کارمو راحت تر کنم. خب ما اینجا نیاز به یه سری وسایل برای طعم نودلمون داریم. اولین چیز آب گوجه. خب دومین چیز کره. سومین چیز ادویه‌جات. پنجمین چیزم که شما در ادامه میفهمید با این قراره چی کار بکنم. خب گازمون رو روشن میکنیم. من همیشه تنها مشکلی که با گاز دارم همینه، به سختی روشنش میکنم. خب یه جورایی طعم زعفرون داره. آره بوی زعفرون، بخشید بوی زعفرون داره. من همیشه ته نودل رو میریزم. نمیدونم شما میریزین یا نه، ولی من میریزم. البته این زیاد تهی هم نداشت، یه کوچولو. خواهی صبر میکنیم تا نودلمون گرم بشه. اینا خیلی خوب رو سر نمیمونن. من اون بزرگی نمیدونم کجاست، مجبورم متوسط تر بگیرم.
حالا وقت رو به گوجه است. بذار من اینو بردارم. یک قاشق رو به گوجه. دیدین برای این کار استفاده میشه. پودرش قشنگ بوی زعفرون داره. پودرش هم زرده. معلوم نمیشه. ببینیم آیا طعمش متفاوته یا نه. چون خودش زعفرون داشت من دیگه چیز دیگه نمیخوام بدم. هیچ نمیخوام بدم. چون میترسم طعمش عوض بشه. همین گوجه هم که زدم رو گوجه دادم کافیه. ولی هیچ وقت از کره نمیگذرم. تا این نودل ما آماده باشه یه چیز بهتون بگم. شما توی کامنت ها هر استیکری که دوست دارین براتون درست کنم و بذارین، کامنت بذارین و همون استیکری که شما کامنت گذاشتین و من درست میکنم توی ویدیوهای بعدی. گوشه میکنم پایین. رنگ جالبی گرفته. به خاطر اون پودر زردش رنگ صورتی مانندی گرفته. قرمز ملایم، نارنجی ملایم، همچین چیزی. لیوانی که میخوام الان میگره. اینه. یه دقیقه هم نزدم رو باش اومد بالا. یک دقیقه دیگه آماده است. از 40 میشماریم تا 1. از 1 میشوریم تا 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 بریم برای ریختنش. شما فقط ببینین قیافه نودل چه شکلی شده. دیدین؟ حالا قراره بریزیمش توی لیوانمون، لیوان مزه. دستکش آشپزی فراموش نشه. از دستکش آشپزی ما مربع شکله. فعلا با دستکش آشپزی کار نداریم. چنگل گنده میگیرم. به قیافش میخوره طعم جدیدی داشته باشه. یه راه حل بدین که انقدر اصیل نشم، یک سر بابینا بر ندارم. و حالا میریم سراغ آبگوشتش. بازم نودل داریم. اینقدر اضافه کنیم آبش. خب این پودر گوجه است. این پودر گوجه است برای نمای کار می‌ریزم. اینم زعفرون میگم زعفرون. یک کوچولو سماق می‌ریزم. بریم برای تستش. خب نمیدونم خوشمزه شده نشده. بدم پیش دسته رو بیارم. یا این خوبیست. این یکی خوب. این بهتر.
بخور رو ببینیم. فلفل کسی نیست بگه که اول بدون فلفلشو بخور ببین چه طعمیه. طعم خاصی ندارم، فقط داره رگه هایی از زعفرون، گوجه، پودر گوجه، رو زعفرون خیلی بار شده. فلفل حالا بذار قاطی کنم بخورم. باحاله، قیمتش هم با نودلای معمولی هیچ فرقی نمیکنه، ارزش امتحان کردنشو داره. ولی اگه رب نمیزدم طعمشو بهتر احساس میکردم. مامان میتونی بیایی بخوری؟ بیا. با طعم زعفرونه ولی زیاد طعم زعفرون نده. از اون طرف بیا، از اون طرف یه دانه رو بخور. بخور. چه طعمیه؟ رب کاشکی نمیدم نه؟ چون رب بیشتر طعم رب میده. رگه از زعفرون احساس میکنی؟ نه؟ ولی من احساس میکنم. فلفل داره. خوشمزه است یا معمولیه؟ اون یکی خوشمزه تر. باربیکیو؟ مامان من طعم باربیکیو بیشتر دوست داره. ارزش امتحان کردن داره یا نه؟ بخورم. اونم بده بخورم؟ نظر نه. الان ارزش امتحان کردن داره یا نه؟ آره. خوشمزه است؟ آره خوب بود. برای آتش نمیشه. باحاله، ولی شما میخواین امتحان کنین بهش رب نزنین. چقدر تشنمه. به هر حال ارزش امتحان کردن داره. نکته اول، رب نزنین، هیچ ادویه اضافه‌ای نزنین، همون فقط زعفرون پودر خودش باشه. 2، کره رو حتما بزنین. کره به هیچ وجه نباید نزده بشه، باید حتما زده بشه. 3، ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله جادی رو روشن کنید تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده. خدا نگهدار.